جوانی که دختر را به قبرستان برد و مجبوراً به ناموسش دست زد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و حواداران شبکه کاروان عمر. زرینه به نهایت دختری زیبا و دختری با عقل و باهوش بود. در دورهای مکتب خوانیش نیز پیشقدمی همسنف‌هایش بود. با پدر و مادرش رحمتنامه و افتخارنامه ها از مکتب می آورد. همین طور بعد ختم مکتب به کالج داخل شد. در آنجا در ساحه به خودش پسند را انتخاب کرده درس را شروع کرد. کالجی که او تحصیل می کرد برای در دیگر شهر بودنش به خود کوارتیر گرفت و به کالج رفته می آمد. برای زیبا بودن زرینه جوانهایی که از پسش می گشتند حساب نداشت. در دورهای مکتب با او گه می پرتافتند پسران، اما زرینه اهمیت نمیداد. فکر و خیالش همیشه در خواندن بود. در کالج هم همینطور واقعه ها بر او صادر می شد. در کالج با او جوان می خواند که خیلی بوی بچه بود. مدل آخری تلفن و ماشین قیمت بها داشت. او با یک دوستش که مثل خودش بوی بچه بود بحث می کنند و چنین می گویند: اگر کسی از هر دویمان کسی که دل زرینه را یابد $500 می برد. بحث آغاز شد. از بین چند روزها و هفته ها و ماه ها گذشت. دو جوان در گرد و اطراف زرینه چرخ می زدند تا به دل زرینه راه یابند و نهایت یکی از آنها دل زرینه را با سخن شیرین یافت و با او صحبت می کرد. زرینه به مال و دنیای او جوان پرید، یا اینکه شیطان او را از راه زد که با سخنهای این جوان راضی شده با او صحبت می کرد. از بین چند روز نگذشته جوان او را به واخوری دعوت کرد و زرینه هم راضی شد. جایی که آنها باید وامی خوردند در قبرستان کهنه که در نزد کوارتیر زرینه بود. آنها شب ساعت 11 واخورده را گفتند. ساعت هم 11 شد. دختر به همین جا آمد و به زرینه زنگ زد و به موافق وعده داده زرینه هم به آنجا آمد. آنها صحبت‌های شیرین می‌کردند، جوان و زرینه. در همین وقت جوان آهسته از میان زرینه قچاق کرد. زرینه باشد خود را داشته نتوانست و خودش را گم می‌کرد. جوان از لب او یک بار بوسه کرد. زرینه خودش را کلاً به جوان سپارید. جوان به مقصدش رسید و به ناموسش دست زد. اکنون چنین واخوری ها هر روز می شد. زرینه کلاً دیگر خیل شد. به جوان خودش را سپاریده بود و با او همخوابه می شد. روز همان جوان دوستی که با او بحث کرده بود او را دعوت کرد تا اثبات کند که زرینه آماده هر کار است. روز ساعت 1 شب آنها باز در همان جا واخوردند. دوست این جوان باشد پنهان شده آنها را نگاه میکرد. جوان به نزد زرینه رفت. آنها کاری حرامی هر وقت میکردگیشان را میکردند که زرینه ناگهان داد زد. جوان از جایش خسته با چشم سر بیند که یک مار کلان از پای زرینه گزیده بود. او باشد بیهوش خواب میکرد. جوان چیکار کردنش را ندانسته سخت ترسید و از او دور می ایستاد. مار باشد زرینه را بوغی می کرد. زرینه از زهر مار الکی وفات کرده بود. مار باشد به دهان او می در آمد. این حال را جوانان دیدند و از آنجا گریختند. افسوس، بحثی که برای $500 بود ناموس دختر گذاشته بود آذوقه مار شد.